از نصرالدین پرسیدند که ماه بهتر است یا خورشید؟ گفت این چی سوالی است که میپرسید؟ طبعا که ماه. گفتن چرا ماه؟ گفت خورشید همیشه هوا که روشن است میاد بیرون و به درد نمیخوره، اما ماه خوب است چون وقتی بیرون میشه که هوا تار است، تاریک است، شب هست و یک جاهای را روشن میکنه. این روایت و این حکایت گفتم تا ای که بگویم که اگر بسیار یعنی خیلی زیاد باشید مثل خورشید نادیده گرفته میشید، دیده نمیشین دیگه. عطار چیزی با میگوید که اگر گرد کسی بسیار گردی، اگرچه بس عزیزی خار گردی، هر که را دور کنی دور برت می آید، ز محبت چی بلاها به سرت می آید. تا که در دست رسی از تو همه بی خبرند، تا کمی دور شوی هی خبرت می آید.